خیلی خوب، سلام بچه ها، به اولین ویدیوی کانال خوش اومدید. قرار شد که جی تی ساندرس رو تموم کنیم ولی خیلی متفاوت تر. پس بریم نیو گیم تا با هم دیگه بررسی کنیم. خب این بچه ها ویدیو اول کاناله و حالا ممکنه یکم بعد از 5 سال تو ساحل شرقی وقتش شده بود که برگردم. کیفیت خاصی نداشته باشه. بله. منم سوئی. چه خبر سوئی؟ چیکار آهان گفت این ویدیو دوبله فارسی هم هست و این نسخه دوبله فارسیشه که گفتم براتون بذارم که بفهمید. چی شد؟ دستتو ببر بالا. پاهاشو من میتونه بده بالا. سر جات وایسا. زانو بزن. بخواب رو زمین. میگه این واقعا داره بد میشه دیگه. نگاه کن. نگاه میکنه. من رو ور میدارم هرنانده. هی اون مال منه. پول حروف منه. خودم هست داشته این پول خلافه. پول منه. نگرانش نباش، من بعدا ترتیبشو میدم. داری که کلا بازی خوش اومدی کار. منتظرت بودیم. ما رو که یادت نرفته منتظرش کار. هم بودن. خیلی سرکار تمپلی. فقط نمیدونم چرا میگه انقدر چرا اینقدر طولش داده آقا؟ چرا واقعا؟ آروم باشه. ای لعنتی. خشنم باش رفتار سرشو میکنه. بپا. عقص سرشو زد اونجا. یا بیرون از اونجا که صفت عوضی احمقای مکزیکی. نجات پرست. کیفم. کیفم. کاندوم تو کیفش بوده شاید. کجا بودی کارل؟ خونوادت چطورن؟ من به خاطر عزاداری مادرم اومدم اینجا، تو میدونی. آره میدونم. خب دیگه چی کارا کردی کارل؟ هیچی. من الان تو لیبرتی سیتی زندگی میکنم. من تمیزم، هیچ کاری نکردم. نه تو هیچ وقت تمیز نبودی کارل؟ ببین اینجا چی داریم؟ این یه اسلحه هست سرکار پولسکی که 10 دقیقه پیش ازش استفاده شده برای کشتن افسر پلیس. سرکار پندلبری مرد خوبی بود. سریع کار میکنی کار. دیدی که من همین الان رسیدم. چه خوب شد ما تو رو پیدا کردیم و تفنگ ازت گرفتیم. اون تفنگ من نیست. به من مزخرف نگو کار. بهش مزخرف نگو کار. این دفعه دیگه از من چی میخوای؟ خانوادگیه. ما هر وقت تو رو بخوایم تو رو پیدا میکنیم. از سعی کن دیگه افسرهای پلیس رو نکشی. شما نباید من اینجا ول کنید. اینجا منطقه بالاساست. تو که میگفتی من بیگناهم کار. مرکز گشت 58 صحبت میکنه. بعدن بیام بالا سرت بکنم تو کس مادرت. میبینمت کار. کار پندلبری کشته شده تمام. دیدی؟ لعنتی، بازم همون داستان همیشگی. بدترین جای دنیا. 5 سالی میشه که تو گروه استریت دیده نشدم، ولی بالا سر بعد اهمیتی نمیدم. مشخص شد که دوبلر سی جی هم آسمونی شده، یعنی مرده. و خب این بازی کنیم ببینیم گیم پلیش رو ببینیم. کیفش بود. نه کیفش رو بیشیش اینجا جیگاه میکنه. این نسخه پژو پاس پشما باجی. ما پژو بریم چی درش باز میشد. من این خودرو رو میخوام. رادیوشو بستم که حق نشر نده یوتیوب. بالاخره قانونای یوتیوب زیاد شده و چاره نمیشه، چی کاری نمیشه کرد. ای بابا این فرمون گروه استریت وایسیدی بهتر از این بود. حداقل قبل از اینکه همه چی رو به هم بریزم. اینجا خونه شونه مثل این که
چیه الان جا؟ اوه بچه ها رفتیم تو مرحله. سر شیشه رو گرفت. عکس کیه این؟ عکس ننشه؟ صدا ننش داره میاد. کلا خونه سی جی، کلا خونه های جی تی خیلی کثیفه. مثلا الان اون صندلی از زیر میز برداشت. الان مثلا داری گریه میکنه. خونه رو عوضی اومدی احمق. مادر چنده قمرا میکنم تو کست مادرت. اربرقی ها میکنم تو کست احمد. بیگ اسموک منم. کار آروم باش سی جی. اوه خدای من ببین کی اومده. میخنده. ببینم تو حالت خوبه پسر. نه پسر، مرگ مادرم خیلی ناراحتم کرده. رفیق انتظارای داره این بیگ اسموک کیه؟ آره بیگ اسموک. قاتل مادرتو پیدا کنم. خیابونا خیلی سردن همونجوری میگه ننم مرده، بعد میگه چرا ناراحتی؟ نظر کرده این بفرین شده. کدوم کتاب مقدس؟ همون چیزی اینم که مثل ما رو که میخندونه یکم مذهبی هم هست. ولی حالا باید ترتیب کارا رو بدیم. بزن بریم قبرستون سر خاک مگه ننش نمارده؟ سر خاک برادرش. چه ننش کشره. خطا برونی. آره عالیه، ماشین خوبی در اسمو. تو منو میشناسی، ارزش واقعیشو نگهدار. ارزششو. من این 5 سال گذشته واقعا دلم برات تنگ شده. دست به خواهی وایستده آقای راجع. سلام بچه ها، ببینین کیا پیدا کردم. هی کارل از لب میگیرم خواهرش. باورم نمیشه که اون مرده مرد. این یه مدرسه ختم دیگه است که تو پیچوندی احمق. درست مثل برایان. ای اون مادر منم بود. پس 5 سال گذشته کجا بودی؟ هی داری کدوم گوری میری؟ برو کنار، میخوام برم سیزو ببینم. باشه برو. آره جون خودت، ولی بهتر سر به سر اون عوضی ها نذاری. تو فکر میکنی کی هستی؟ واقعا شخصیت دارم. مگه تو خیلی آدم حسابی هستی؟ کارل بهش بگو. کس ننت کیرم تو قبر زنده و مردت مادت جنده. اون هیچی نمیتونه بگه. اگه باش خوب دیگه رفتار کنی سنگین چه هم داره. عیبی داره؟ چطور میتونی این حرفو بزنی؟ انگار به تو ربطی نداره. لعنت به تو. آقا بره بده، من اینا نمیخواد. گندشو در آوردین همه چی رو. بدبخت هنو نفهمیده. چی؟ به غیر از اینکه مادرت مرده همه چی به هم ریخته. بذار یه چیزی نشونت بدم. آها تونی اونجا خاک شده، دویل کوچیک اونجا، دویل بزرگ اونجا. همه قاطی کردن. اول به هم تیراندازی میکنن، بعد سوال و جواب میکنن. چه اون شکلیه؟ آه این نسخه مثل که مشکل داره. چرا لوکولیه؟ دارم میان این طرف. باید برگردیم به محله. اینجا چرخیدن دیوونگیه. یه دو چرخه بردار پا بدن اگه یادت نرفته. کسی مگه دو چرخ سواری یادش میره؟ فقط باید پدال بزنیم دیگه. چاقالو هم همه چی اینجا فرق کرده. سی جی مواظب خودت باش. چطوری اینقدر بد شد؟ فکر کردم اینجا منطقه خانواده است. اونا خانواده تیم پدرای من دیگه، ما باشون کاری نداریم. خانواده بی پدره باشون کاری ندارن؟ اینا مگه گنگ مخالف نبودن و چرا میگه اینا بی پدرن؟ هر کی پدر نداره مگه بابا لعنتی ماشین والا تا جدا بشی. کجا بریم؟ چرا اینجوریه بچه ها؟ آدم من نمیدونم چه نسخه ایشه. میگن از جای مطمئن دانلود کنید هرچی میخواید.
تو دست و پا چلفتی سیجه. پس چرا عقب میفتی؟ به بازی برمیگردیم مگه نه؟ قبل از اینکه بریم انقدر بد بود. یا دیگه ساحل شرقی تو رو نازک نارنجی کرده. من کجا برم؟ خب بیا دیگه. اینا چرا صورتی هن بچه ها؟ بنفش یا صورتی هن؟ احساس میکنم اون چی میخواستم میگم؟ این چرا تو چونشه؟ یکم مثل این که این لباس و اینا چی بهش میگن؟ تکست رو بد در آوردن براشون. بکنه این تو باسن CJ الان کلا دوتا تیر هم نزدی ماشینه. کیرم تو کس مادر کونی. بیا اینجا کیر منو بخور خار کسه. خب مثل که تموم شد مرحله. آره من بهشون نشون میدم که اینجا گانگستره. باید بفهمم با رایدر طرفم. چه حرکت میکنی کار؟ مطمئن نیستم ولی فکر کنم بمونم. اوضاع خیلی خرابه. آخرین چیزی که لازم داریم کمک تو. مرد من هیچ وقت تو رو تنها نمیذارم. قسم میخورم. ما میخوایم با بچه‌ها دهنشون چرا درست شده؟ من یادم اینجوری نبود. خیلی جا باید برم. خیلی خستم. بعدا همتون رو میبینم. ای بپر بالا همگی بریم بیرون. جواب بده خب. آره برو واسه این داره به ما میگه ما تیپمون رو جگار کنیم. آدم اصلاح کن. آدم روش نمیشه با تو بیاد بیرون. شبیه گاراژ. کنم در این گاراژ باز بشه. این الان این چی مثلثه چیه اینجا؟ میشن چی؟ مثل اینکه بردیم میشنه. بله مثل اینکه درش باز میشه. این آرشگرش چقدر بد بوده. این بر موهاش اینجوریه، این بر نیست. خب بریم این مثلثه چیکار میکنه؟ در باز میکنه میره. همه جا این مثلث ها هست. این حاجی چه خونه خوبی داره. دوبلکس هم هست. PS5 اینجا چیکار میکنه؟ دوستان اینا نیست تو نسخه اصلی. من نمیدونم اینا چیکارش کردن. تابلوهاشون چرا این سوسیس این مثلث ها نداره؟ خب اون چیه؟ این مثل این که سیو نوشته روش. آره خب اونجا چی دارن؟ ویسکی دارن. طبقه بالا هم مثل این که داشت بچه ها. اینجا همون جایی بود که اسموک انداخت رو مادر CJ. نه چی شو انداخت رو مادر CJ؟ چماقش انداخت رو عکس مادر CJ. اینجا اتاقشه حاجی. چرا کاش سیو میذاشتن رو تخت. رو تخت میخوابه دیگه. تو آشپزخونه مگه نمیخوابه؟ سگ مگه؟ و این اذیتش نمیکنه میخواد بخوابه؟ اصلا نمیخوابه. این چیه؟ این دوربین. آره گربه. بچه خارجی ها رسمشون اینه که از این مثلث ها شاغل ابنه آبکون. تو آبکونی. خب با دوربین چیه اینجا؟ رادیو روشن نمیشه؟ این قرمز دوره این قرمزا اینجاست. چرا از اون مثلثه نداشته بودن؟ خب این مثل این که بینکو چیه؟ مثل فروشگاهه. بزنیم روش تیشرت لیپ
آها این لباساشه. این لباس چی داره؟ همونه که مثل که لباس نداریم. خب پایینیش چی بود؟ یه چیز دیگه هم داشت. برداشتن لباسا. برداشتن یعنی اون اجسامی که حالا داره. خب تیشرت رو برداریم، شورت رو برداریم که نه خوب نیست. شورت میشه چی؟ نه شوز میشد. کفشش هم برداریم که تو خونه نباید کفش داشته باشه، ولی حالا ما حالا تیشرتش رو میکنیم چون یکم هوا گرمه. بله خوشحالی میکنه لباسش رو عوض میکنه. بالاخره حالا سال 2004 بوده دیگه. اینم آینه است. خب دوباره این مثلث ها ما رو کجا میبره؟ همونجا که اومدیم. دوباره اینجا از این مثلث ها نداره. من نمیدونم چرا. اگه قرار باشه همه جا مثلث باشه که بهتره. این چیه؟ چه ننه سیجه اینجا عوض میشه؟ اینا چیه؟ کتاب. چرا کتاب خونه؟ این فاز هنریشو من نمیفهمم. این چیه؟ چیپوفه؟ نه گردن خروس رو گرفته. خروس که معنی خوبی نداره. خب من میخوام برم بازی رو سیف کنم دوستان. تا مرحله دومم به زودی براتون میذارم. ایشالا حمایت کنید و دکمه سابو بزنید اگه حال کردید با ویدیوهای من. چنل رو سابسکرایب کنید. دمتونم گرم. برم سیف کنم.